اما نکته اینه که حد خودشونو بدونن. از ابتدای برنامه داریم اینو میگیم. مهمونای عزیز و ارجمندی داریم که زدن به دل کوهستان، برای خودشون چالش ایجاد کردن، برای خودشون در یک مسیر ماجراجویانه قله دماوند رو، یعنی از دره یخار صعود کردن. اما یه جایی به بعد کار خودشون رو ایمن‌تر دنبال کردن، حد خودشون رو متوجه شدن و از اونجا به بعد ریسک زیادی رو نکردن. این موجب شده ایمن برن، ایمن بیان و الانم مهمون برنامه ما باشن. تا لحظه دیگه. بله، مهمونای عزیز و ارجمندی که عرض کردم خدمتتون همین دو بزرگوارن که میخوایم راجع به حد ماجراجویی، حد چالش هایی که ما تو طبیعت داریم بیشتر با این عزیزان صحبت کنیم. آقا مهدی عزیز، آقا خیلی خوش اومدید. بفرمایید خودتون معرفی کنید به بیننده ها. در خدمتتون هستیم. به نام خدا، من مهدی عافیتی هستم. حدود 15-16 ساله که کار کوهنوردی رو انجام میدم و تو این 5 سال اخیر تقریبا به سوی کار جدی‌تر دانش و با جدیت بیشتری در حال انجام است. بسیار خیلی خوش اومدید. بفرمایید. متشکرم، مرسی. سلام عرض میکنم. حیدر عبدالله زاده هستم. 32 سالمه. تقریبا از سال 96 کوهنوردی رو جدی شروع کردم و توی عرصه برف، یخ، سنگ نوردی، کوهپیمایی داریم در کنار دوستانمون، اساتید مربیامون فعالیت میکنیم. اهل کجایی شما؟ من آذربایجان غربی هستم، شهرستان سلماس. اونجا خیلی سرده نه؟ منطقه خب سرده. خودمونم بچه کوه بودیم، همون بچگی از کوه اومدیم بالا و به اینجا رسیدیم. بسیار عالی. شما بچه کجایی؟ ما اصالت پدر مادر به همدان در همدان. ما یه قله یخچال همدان یه بار صعود کردیم برای قله زیبای یخچال. سرمایه به شدت زیادی داره. بسیار الوند زیبا هم هست. کوهستان الوند که بسیار زیبا. چه کوهنوردای خوبی داره همدان. همدان همیشه جزء کوهنوردای قهاری در سطح کشور و عضو تیم‌های هیمالیا نوردی و بسیار باشگاه‌های توانمندی. دوستای خوبم آقا حمید اولنج. بله آقا جناب اولنج. تیم اول ایران که رفت اورست سال 77 صعود کردن بودن که واقعا هر جا هستن زنده باشن ان شاء الله. همه دوستانی که تو اون سال صعود کردن. بله همینطور. خلاصه همدانی‌ها و سلماسی‌ها و اینا همه ما ارادت داریم خدمتشون و همه کوهنوردای خوبی هستن. آقا در واقع غرض و بهانه‌ای که ما شما رو دعوت کردیم، خب ما مطلع شدیم شما یه برنامه خوبی رو انجام دادین توی دره یخار، دهلیز مرکزیش رو در واقع پیمایش کردین. کار بسیار ارزشمندی هستن. اسم دره یخار میاد، آدم بالاخره دوچار یه سری چالش‌ها میشه تو ذهن خودش که چه جوری باید اون رو بره بالا. حالا یکی از مهمونای برنامه با اسکین اومده بود پایین، هادی شریفی راد در واقع دره یخار رو، او هم کار ماجراجویانه خوبی انجام داد. حالا ما به بیننده‌ها گفتیم حد ماجراجویی. اول یه مقدار راجع به برنامه‌تون صحبت کنیم. چند نفر بودین؟ چطور تیمتون شکل گرفت؟ فقط اینو خیلی خلاصه بهمون بگین و سبک صعودتون رو بگین تا ادامه‌اش. ما برنامه ریزی که داشتیم برای صعود یخار، البته اینو بگم صعودی که ما انجام دادیم مستلزم چند سال از قبل میشه گفت شکل گرفته که خیلی از اساتید، مربیان، فدراسیون، دوستامون تو این صعودا 100% تاثیرگذارن. نمیشه گفت که یک برنامه تو 1 ماه 2 ماه اجرا شده باشه. کلاسایی که فدراسیون گذاشته، کارگروه‌های یخ، کوهپیمایی، همه اینا تاثیرگذار بودن تو این زمینه. دوستان عزیزمون که با ما بودن اینا همه تاثیرگذار بودن تو این برنامه. این برنامه رو ما به شکل جدی از 3 ماه پیش پیش‌بینیاشو انجام دادیم. اومدیم چند تا برنامه رو شبیه سازی کردیم. قله سبلان یخچال شمالی رو به صورت 1 روزه صعود کردیم. اومدیم منطقه علمکو یک برنامه گذاشتیم که تا قله دندان اژدها رو بریم صعود کنیم.
که در مسیر صعود قله دندانجدا علیرغم که پیشبینی آب و هوایی بسیار خوب شده بود، ما به چالش آب و هوایی خوردیم و برگشتیم از وسط مسیر. راجع به همین می‌خوایم بیشتر با هم صحبت کنیم، چون که واقعا شرایطی نبود که صعود رو ادامه بدیم و با افتخار برگشتیم. یعنی اینو ما به افتخار میگیم که ما این مسیر رو رفتیم، نتونستیم صعود کنیم. ما نمی‌خواستیم حادثه بدیم، ما میریم که صعود کنیم، صعود خوبی داشته باشیم. به خاطر این مسائل که ایجاد میشه ما برگشتیم. بعد اومدیم مسیر دیواره شروین، مسیر رو به صورت آلپی و سوئیسی، روش سوئیسی با آقای عبدالله زاده تمرین کردیم، کار فنیشو و تا قله کلکچال و توچال ادامه دادیم که این شرایط برای ما شبیه سازی بشه، چون میدونستیم برنامه بسیار سنگینی ما در پیش داریم. یعنی چندین پیش برنامه داشتین تا برسین بله به این برنامه رو اجرا کنیم و کلی هم از تجارب قبلی ها استفاده کردیم. بله گزارش ها رو خوندیم. به نظرم آقا مهدی بذاریم حیدر هم کمک کنه بهمون. حیدر جان شما هم میتونید تکمیل کنید. برنامه‌ای که ما انجام دادیم خیلی برنامه ترکیبی بود که مستلزم بود که همه فعالیت کوهنوردی داخلش باشه، چه از لحاظ یخنوردی، چه از لحاظ سنگنوردی، درای تولینگ، و ما همه اینا رو تو این دره تجربه کردیم. و به صورتی آماده ما بودیم این برنامه رو که پیش بینی همه چالش ها رو داشتیم و به لحاظ ایمنی برنامه خیلی برای ما مهم بود. تیم پشتیبان هم داشتیم. تیم پشتیبان داشتیم که ما توی ارتفاع 5300 دماوند بودیم که من اطلاع دادم که ما رسیدیم اینجا، چون داخل دره هیچ آنتنی نیستش. و بچهای پشتیبان توی روستا بودن، از مسیر جنوبی اومده بودن، قله بودن، ولی خب برنامه ما یه جوری بود که ما به چالش برف پودر خوردیم و تایممون از دست دادیم. تایم از دست دادیم. یعنی براتون یه خورده غیر منتظره بود؟ غیر منتظره، آمادگی داشتیم ولی خب شرایط اونجوری پیش بینی نکرده بودیم که یه خورده تایم اضافه شد، ولی خب مشکلی نداشتیم. ما 12 شب رسیدیم قله و به بچه‌هامون اطلاع دادیم که ما برنامه رو تموم کردیم. بسیار خوب. پس یه تیم پشتیبان خیلی خوب هم داشتن. بله. به لحاظ استفاده از ابزار و تجهیزات به چه ترتیب بود؟ میدونم ابتدای مسیر رو کمتر از یا اصلا از ابزار استفاده نکرده بودید به اون صورت، ولی یه جایی به بعد استفاده کردید. جناب رضایی، من اول اینو بگم که ما ابتداً کاری که انجام دادیم پیش بینی شرایط آب و هوایی بود. ما اومدیم شرایط آب و هوایی رو بررسی کردیم. ما تا 5 روز هیچ گونه بارندگی تو منطقه نداشتیم، هیچ گونه شرایط جوی ناپایداری نداشتیم. میدونستیم که این خیلی به ما کمک میکنه و البته باد شدیدی که چند روز قبل دماوند ایجاد شده بود تا 120 تا رفته بود، میدونستیم برفای دهلیزا رو همه رو خالی میکنه و یه ایمنی بسیار خوبی برای ما ایجاد میکنه. که ما برنامه رو که رفتیم اجرا کنیم، ما قرار بود با ماشین آفرود تا یال معدن بریم. رفتیم ابتدای روستا، اداره گاز ابتدای مسیر روستا رو کنده بود، ماشین دیگه نتونست ورود کنه. ما از همون ابتدای روستا با آقای عبدالله زاده تصمیم گرفتیم که 3 ساعت به تایم برنامه اضافه شد، ولی تصمیم گرفتیم چون برنامه رو پیش بینی کرده بودیم که احتمال داره ما 5-6 ساعت هم به تایممون اضافه بشه، شروع کردیم و حتی از همون پای آسفالت شروع کردیم. بله از همونجا ما شروع کردیم و ما رسیدیم به دره یخار، ابتدای دره یخار. تو این چند سال که ذوب یخچال‌ها بیشتر شده، ابتدای دره یخار رو مسیر رو شسته بود. یعنی جوری بود که ما یه چالش خیلی بزرگی ابتدای دره مسیر یخار داشتیم که این با یک دیوار کاملا به یک منطقه بنبست رسیدیم. ولی ما میخوام بگیم تجهیزات که داشتیم، ما همه تجهیزات فنی رو پیش بینی کرده بودیم. وسایل ست زمستانه، زنده یاب، بیل برف، میلتون سونداژ، وسایل کامل بیواک، ما همه رو پیش بینی کرده بودیم که اگه کوچکترین شرایطی مشکلی ایجاد بشه ما آمادگیشو داشته باشیم. از لحاظ ذهنی، آمادگی جسمانی، از لحاظ دانش کوهنوردی. خوب. حیدر جان به لحاظ برآورد زمانی چی؟ زماناتون هم در واقع برآوردی کرده بودید که چقدر طول بکشه؟ اصلا کلا چقدر برنامه‌تون؟ پیش بینی که کرده بودیم بهترین حالتش 18 ساعت بود. که به چالش نخوریم و بتونیم بهترین حالت رو اجرا کنیم. بدون چالش 18 ساعت پیش بینی کردید. با چالش من 24 تا 25 ساعت بررسی کرده بودم. در نتیجه همون شرایط سخته برای ما پیش اومد با چالش که همیشه جزء شیرین برنامه‌های ماست چالش. یعنی اگه چالش نداشته باشیم برنامه ما انگار اجرا نشده. ولی داره البته چالش باشه، ایمنی هم باشه. اینو می‌خواستم. خودتون دچار مشکل نشید. بله اینو می‌خواستم بگم. چالشی که ما دوست داشتیم و چرا؟ چون تجهیزات داشتیم، همین که هم نورد از گفتن. چالش داشتیم، تجهیزاتمون آماده بود و بیشتر از همین چیزی که ما رو کمک کرد این برنامه رو اجرا کنیم، نه از نظر من نه آمادگی جسمانی بود نه تجهیزاتمون، فقط ذهنمون بود
و یه همنورد خوبی که ما تونستیم این برنامه رو اجرا کنیم. البته یه اتکای خوبم داشتید به تیم پشتیبانتون. اونها هم خیلی مهمن، چون خیلی وقتا کسایی که کار رو انجام میدن دیده میشن، تیمای پشتیبان دیده نمیشن. خوبه که از اونها هم یاد کنیم و به هر حال ازشون قدردانی من تشکر کنم از دوستانی که به عنوان پشتیبان ما رو حمایت کردن. ما 3 تا از دوستانمون که آقا بودن و یک خانم در قالب تیم پشتیبان ما رو رصد می‌کردن. حتی این دوستان از طریق دوربین از روستای ناندل مسیر ما رو رصد کرده بودن که ما کجای کاریم. با دوربینی که داشتن ما کجای کاریم، چون که ارتباط در دره یخار عملاً دیگه وجود نداره. شما ارتباطت با علیرغم که ما جی پی اس داشتیم، موبایل داشتیم، قطب‌نما، نقشه، همه چی برده بودیم، ولی شما ارتباطت کلاً قطع میشه. شما دیگه هیچ ارتباطی نداریم. ما دنبال تلفن ماهواره‌ای بودیم که متاسفانه پیدا نکردیم که همراهمون ببریم که ایمنی کار رو با بیشتر کنیم، ولی بازم با این حال دوستان ما رو رصد می‌کردن که اولین تماسی که ما گرفتیم تو ارتفاع 5300 که به دوستان اطلاع دادیم که بسیار خوشحال شدن که تیم به سلامت اومده بالا. ما تجهیزات پیش‌بینی، تجهیزات یخو کرده بودیم، ما پیچ یخ همراهمون بود، تناب داشتیم، همه تجهیزات که برای یک برنامه زمستانی نیاز ما همراهمون بود. ما پیش‌بینی همه شرایطو کرده بودیم و از اساساً با همه این پیش‌بینی‌هایی که کرده بودین و کار رو هم در مجموع موفق انجام دادین، اگه از 20 بخوایم به خودتون نمره بدین چند میدین؟ دوستان لطف داشتن یه سری انتقادا به ما داشتن. اون انتقادا رو هم بهش می‌پردازیم. چون ما سبکی که اجرا کردیم سبک فریسولو بود. خیلی از جاهای مسیر رو ما تا هولوش 200 متر ما هم تناب شدیم. درست میگم؟ درست هولوش 200 متر تقریبا ما 2 تا هم تناب شدیم، جایی که یخ بود. یخ بلوری بود و استفاده از پیچ یخ و کارابین برای ایمنی کار خیلی نیاز بود. ولی اکثر مسیر رو ما فریسولو رفتیم. این فریسولو رفتن سبکی تو صعودهای زمستانی که طرف حمایتی نمیشه، ولی این ما توانایی رو ایجاد کرده بودیم برای خودمون. میدونستیم ولی از یه جایی به بعد دیگه باید استفاده. بله چون که ایمنی در خطر میفته. ایمنی در خطر میفته. ماجراجویی خیلی مهمه. خب پس انتقادا رو قبول داریم. ما وارد ما هر برنامه‌ای که اجرا بشه قطعا منتقد داره. بله منتقد داره. قبول کردیم. ما احترام می‌ذاریم و قطعا برای شما هم تجربه میشه. در عین حال حد خودتون هم رعایت کردید و از یه جایی به بعد ما هم هم‌تناب شدید و مسیر رو با تجهیزات 200 متر بله ما یخ داشتیم، چالش یخ داشتیم. و برای همین الان صحیح و سالم اینجا نشستیم. جناب رضایی خیلی چیزا تاثیرگذاره. خیلی موضوعات تو این مسیر تاثیرگذاره. این روحیه بالا، این ذهنیت بسیار بالایی که داره، همنوردی که همراهته، اینا خیلی تاثیرگذاره. اون آمادگی جسمانی که برای خودت ایجاد میکنی، این تجهیزاتی که شما همراهته، مهمتر از این تجهیزات دانشی که شما یاد گرفتی، کلاس هایی که رفتی، تو قالب باشگاهی که داری فعالیت میکنی. من جا دارم از همه عزیزان تو فدراسیون، تو کارگروه ها، کارگروه یخ، کوهپیمایی، کارگروه آموزش، همه اساتیدی که ما شاگردشون بودیم افتخار میکنیم این شاگردی. بله من دوست دارم اسم تک تک رو ببرم ولی فرصت. حیدر جان اگر تو راجع به همین حد به چالش انداختن خودتون، ماجراجویی گفتن توی تمریناتتون توی علمکو، شاید توی دندان اژدها رو گفتین، یه جایی گفتین برگشتیم شرایط نبود، یا همین سود در یخورتون اگه میخواین نکته‌ای رو اضافه کنید. نکته‌ای که بخوام بگم، نمره گفتین نمره بدین. من هیچ وقت نمره 20 رو به خودمون نمیدم. چون بودند بزرگایی که قبل ما این برنامه رو با خیلی شرایط سخت‌تر با تجهیزات اون موقع اون زمان تونستن اجرا کنن. ما عمل عضو کوچکی تونستیم این برنامه رو اجرا کنیم. و اینکه مثلا برنامه اون جایی میرسه که نخوای اجراش کنی و اون خطری که حس میکنی که بعد این ممکنه به چالشایی بخوری که نه تنها خودمون بلکه گروه هلال احمر، بچه‌هایی که توی کارگروه نجات هستن و به چالش بکشی، خانواده ها رو متأثر کنی، حتما باید که ذهنت آماده باشه و همونجا برنامه رو خاتمه بدی. خیلی خوبه. خیلی خوبه. جناب رضایی ما آمادگیشو داشتیم هر جایی که احساس خطر کنیم برگردیم. برامون هم مهم نبود. ما هر جایی که احساس خطر می‌کردیم، کوچکترین ریسک رو کار می‌دیدیم ما برمیگشتیم. آفرین. به نظرم میرسه که یه برنامه، حالا صرف نظر از اون انتقادا که منتقدین تا حدودی هم خودتون پذیرفتین که نکاتی رو گفتن که شاید وارد باشه، فکر میکنم برنامه‌تون اینقدر شسته رفته است بتونید اینو به جشنواره سودهای برتر مثلا 11 ما معرفی کنید ان شاءالله. و حالا اونجا باید داوری بشه و بررسی بشه و ببینید برنامه‌های دیگه چی بوده کنار هم قرار گرفتن اینها. ولی واقعا شاید خیلی از ما مثلا بپرسن که خب آقا در یخوری که خیلی رفتن صعود کردن پیش از این، چرا این دو بزرگوار رو دعوت کردین؟
توی برنامه میخوام بگم که به این جهت که زوایای کار رو خیلی خیلی خوب سنجیدن، حتی اگر یه جاهایی بهشون انتقاد وارده هم انتقاد رو پذیرفتن و همین که از یه جایی به بعد کارشون رو ایمن‌تر دنبال کردن. پس از این منظر جاشون اینجا توی کوهگشته و باید ازشون دعوت می‌کردیم که حضور پیدا کردن. برنامه‌های دیگه هم برنامه‌ریزی کردین که برین انجام بدین. من دیدم سوابقتون کارهای خوبی رو انجام دادین، ویدیوهای خوبی هم دارین. بله جناب رضایی، ما تو تمام دروسی که در خصوص کوهستانه 3 تا نکته رو همیشه میاد اول میگه ایمنی. این خیلی مهمه. این مهمه. بزرگان کوهنوردی هستن که میگن ما میریم صعود کنیم، نمیریم که خودمونو از بین ببریم. ما تو زمستون واقعا ایمنی رو خیلی باید جدی بگیریم. هر برنامه صعود زمستونی خیلی باید پیش بینی‌ها دقیق باشه. همه چیزو باید شما جز به جز بشینی بررسی کنی، یادداشت کنی. گزارش حیدر اشاره کرد، دوستانی که رفتن، ما رفتیم تمام سوابق در یخ‌ها رو خوندیم، کجا چیه چطوریه. ما تو منطقه وارد می‌شدیم انگار یه ذهنیت کامل از منطقه برای ما ایجاد شده بود که چطوری اینجا. انگار که قبلا تو ذهنتون چند بار صعود کرده بودیم. صعودهای هیمالیا هم من اینو مثلا از عظیم قیچی‌ساز شنیدم که میگفتش که من قبلا انقدر میشستم میخوندم و مطالعه میکردم، انگار چند بار این مسیرها رو صعود کردم با اینکه هیچ وقت هم تجربهشو نداشته، یعنی تو اون منطقه نرفتم. خب صحبت پایانی شما رو آقای در میشنویم. ما آمادگی داشتیم که این برنامه رو بدون دغدغه، بدون چالش و خطرات، با ایمنی که کافی داشتیم اجرا کنیم. همین که ما تونستیم این برنامه رو بریم و بیاییم، برای ما یه برنامه عادی نبود، برنامه سنگینی بود، ولی برنامه‌هایی که براش اجرا کرده بودیم، چون خیلی بچه‌ها میگن که ما هم می‌خوایم اجرا کنیم، حالا بخوام پیشنهادی که براشون بدم حتما ایمنی نکته اولشون باشه که تجهیزات ایمنی همراهشون باشه. هر جا احساس کردن کوچکترین ریسک که ممکنه جونشون رو به خطر بندازه از همونجا برگردن. حد ماجراجویی و حد خودتون رو حد خودمون. من یک جا به صورت آقای مهدی نگاه کردم، گفتم میریم، هر جا نشد از همونجا برمیگردیم. و خیلی لذت بخش بود که این اتفاق نشد. چقدر لذت بخش بود این گفتگو با شما برای من. جدی میگم خیلی اومدن تو برنامه رفتن و خیلی مهمون داشتیم تو سطوح مختلف، ولی اینقدر جذاب برام نگفته بود که حد خودتو بدون برگرد. اگر به صورت آقا مهدی نگاه کردی گفتی آقا نشد برمیگردیم، حالا برگشتیم. آقا بقیه هم میگن که چی شد نتونستی، با افتخار میگن افت داره. آخه خیلی فکر میکنن افت داره، واقعا برگردیم بگیم آقا ما نتونستیم بریم. آره نتونستیم، دوباره میریم، 3 باره میریم، بازم سعی میکنیم، بازم میریم نقاط ضعفمون رو قوی میکنیم، برمیگردیم. قرار نیست همون برنامه همه چی تموم بشه. بفرمایید صحبت کنید. جناب رضایی، ذات ورزش کوهنوردی ماجراجویانه است. یک ورزش ماجراجویانه و بسیار پرخطر. بله. بسیار ورزش پرخطریه، ولی ما میتونیم مدیریت کنیم. ما میتونیم ایمنی همه چیز رو در نظر بگیریم. میتونیم یه صعود زیبا داشته باشیم. تو برنامه زمستانی ارتفاع مهم نیست، شرایط آب و هوایی خیلی تازه. شما حتی ممکنه تو ارتفاع بسیار پایین یه چالش بسیار بزرگی برات ایجاد بشه که شما فکر می‌کنی مثلا تو این ارتفاع برای من هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، ولی حتی تو کمترین ارتفاع ممکنه بدترین حادثه ها رو شما بگی. و این خیلی مهمه که ما پیش بینی همه چیز رو داشته باشیم، شرایط آب و هوایی، شرایط فنی، حتی پوشاک. ما پوشاکی که همراهمون بود، ما پیش بینی همه پوشاکی کرده باشیم، نوع تجهیزاتی که داشتیم، کفشی که انتخاب کرده بودیم، اینا همه مزید بر علت در کمک به صعود ما بود. خب خیلی گفتگوی گرمی بود، به رغم اینکه امروز اینجا هوا یه خورده سرده، شاید از یه خورده هم یه ذره بیشتر و فکر کنم که شما یه خورده سردتون شد. البته شما اون سرماها رو تحمل کردید، هیچ چیزی نیست. خیلی ممنون که حضور پیدا کردید. من میخوام از مسئولینی که هستن، به اصطلاح رؤسایی که من دارم تو قسمتی که کار میکنم، از خانواده، از همه میخوام اینجا تشکر کنم. دست تک تک عزیزان من میبوسم. واقعا اگه حمایت‌های حتی هم‌نوردان و دوستانی که هستن حمایت‌های ایشون نباشه، هیچ برنامه اجرا نخواهد شد. حیدر جان خیلی ممنون، آقا خیلی ممنون، از سینای عزیزم خیلی ممنونم که شما رو معرفی کرد به برنامه ما و بازم شما هم به ما از این هم‌نورداتون معرفی کنید. اونایی که کارهای خوب انجام میدن، اونایی که بچه‌های خوبی هستن، اونایی که متواضع هستن، اخلاق مدار هستن، ادعاشون هم نمیشه